5 نکته درمان عفونت کیسه مقعدی. اینجا دکتر موهم. سلام آتیشا، حالتون چطوره؟ امروز اومدیم درباره عفونت کیسه مقعدی حرف بزنیم و روش درمانش رو کامل بهتون توضیح بدم. چند تا سوال رو مطرح میکنم که قراره تو این اپیزود به این سوالا پاسخ داده بشه. اول اینکه چطور باید آنالساک رو شستشو بدیم و اگه قرار شستشو بدیم با چه محلولایی باید شستشو بدیم. دوم، آنتی بیوتیک موضعی بدیم یا سیستمیک. سوم، چه آنتی بیوتیکی بدیم. چهارم، اگر خارش داشت از چه داروهایی میتونیم استفاده بکنیم. بزنید بریم. نکته اول درباره لاواژ و شستشو و فلاشینگ هستش. برای این کار یه سرنگ 5 رو باید برداریم و یه آنژیوکت آبی، بنفش یا زرد نیاز داریم. سوزن آنژیوکت رو در میاریم و آنژیوکت رو متصل میکنیم به سرنگ 5. میتونیم از نورماسالین استریر استفاده بکنیم یا همون باشسالین و از الارس میتونیم استفاده بکنیم، رینگر میتونیم استفاده بکنیم. من به شخصه برای شستشوی آنالساک از کلورهگزیدین همراه با این محلول استفاده میکنم، یعنی یه مقدار کلورهگزیدین رو داخل سالین واش میریزم و از اون استفاده میکنم. باید حیوان در حالت سیدیت باشه و آروم باشه. اگه آروم نیستش حیوان باید حتما سیدیت بشه. مقعد رو کمی باز میکنیم. وقتی مقعد کمی باز بکنیم در ساعتهای 4 و 8 2 تا سوراخ داخلش وجود داره در دیواره مقعد. ما باید سر آنژیوکت داخل این سوراخ ها بکنیم و مایعاتمون رو به داخل این سوراخ‌ها تخلیه بکنیم. این کار رو باید چندین بار تکرار بکنیم تا ترشحاتش کاملا تخلیه بشه و ترشحات دیگه نداشته باشه. معمولا 3 الی 4 بار نیاز هستش که این کار رو بکنیم. فقط یه نکته یادتون باشه، وقتی که آنژیوکت داخل سوراخ کیسه مقعدی کردید نیاز نیستش که هر بار آنژیوکت رو در بیارید، فقط سرنگ رو در بیارید، دوباره مایعتون رو بکشید و دوباره وصل کنید به آنژیوکت بدون اینکه از سوراخ درش بیارید. بررسی کنیم این اختلال کیسه مقعدی از چه نوعی هستش. از نوع ایمپکشن هستش، یعنی فقط تجمع مواد داخل کیسه مقعدی رو داریم، یا نه فیسچول ایجاد شده. فیسچول یعنی که یک سوراخی به بیرون و خارج روی پوست ایجاد بکنه، بهش میگن فیسچول. و یا اینکه آبسه ایجاد شده داخلش، یعنی عفونت پیدا کرده و چرک ایجاد شده. باید همه اینها رو در نظر بگیرید. مثلا توی ایمپکشن فقط نیاز هستش که ما اون رو تخلیه بکنیم و با تخلیه کردن معمولا مشکل برطرف میشه. توی فیسچول معمولا نیاز هستش که از فیسچولی که در خارج از پوست ایجاد شده فلاشینگ کنیم، شستشو بدیم و مدیریت زخم انجام بدیم. بعضی وقتا فیسچول ها همراه هستش با زخم های گسترده که به خاطر خارش زیادی هستش که حیوان خودش رو روی زمین کشیده. بنابراین باید مدیریت زخم هم توی اینا انجام بدیم. توی آبسه حتما از آنتی بیوتیک های مناسب استفاده بکنیم، چون که یک اختلال در فلور نرمال اون ناحیه ایجاد شده و باکتری های مضر رشد زیادی پیدا کردن. نکته دوم استفاده از کورتیکوستروئیدها هستش برای اینکه التهاب ناحیه کم بشه. ببینید خیلی وقتا ایمپکشن ها یا هر مشکلی که توی ناحیه آنالساک و عفونت ایجاد میشه به خاطر این هستش که مجرای خروجی آنالساک دچار گرفتگی، تنگی و التهاب شده و همین باعث عدم خروج مواد از کیسه مقعدی میشه. برای اینکه این التهاب رو کم بکنیم میتونیم از کورتیکواستروئیدها استفاده بکنیم. چطوری؟ یه دونه آمپول دگزامتازون رو میشکنید یا حالا از ویالش هم میتونیم استفاده بکنیم، این ویال دامپزشکیش. در حد 25 صدم تا نیم سی سی میکشیم و داخل هر کدام از آنالساک هایی که دچار مشکل هستش تزریق میکنیم. این کار رو به صورت تک دوز انجام میدیم و دفعات بعدی که و روزهای بعدی که برای درمان میادش نیاز به انجام این کار نیستش. سومین نکته استفاده از آنتی بیوتیک ها هستش. اگه یه عفونت مزمن باشه ما نیاز به آنتی بیوتیک های سیستمیک معمولا نداریم، ولی اگه عفونت ما حاد باشه، همراه با آبسه باشه، چرک زیادی داشته باشه، حتما نیاز داریم که در کنار آنتی بیوتیک های موضعی از آنتی بیوتیک های سیستمیک هم استفاده بکنید. من بهتون چند تا پلن درمانی میگم، هر کدومش که دوست داشتید میتونید استفاده کنید. اولین پلن استفاده از تریامسینون NN در کنار یک آنتی بیوتیک سیستمیک. وجود NN در اسم این دارو به معنی نیستاتین و نئومایسین هستش که یک ضد قارچ و یک ضد باکتری هستش
که به کار ما میادش. همچنین التهاب رو در اون ناحیه کاهش میده. این پماد رو داخل سرنگ میریزیم، بعد اون پیستونش رو مجدد قرار میدیم و مثل مایعاتی که تجویز میکردیم داخل سوراخ‌های کیسه مقعدی تجویز میکنیم. بهترین آنتیبیوتیک های سیستمیک که میتونیم استفاده کنیم در کنار تریامسینون NN آنتیبیوتیک هایی هستن که براد اسپکتروم هستن و سیوتیف هستن و روی باکتری های بی‌هوازی اثر میذارن. مثل چی؟ مثل مترونیدازول و کلیندامایسین که فرم های خوراکی اینها توی بازار هم موجود هستش. البته گاهی بعضی دوست دارن که فرم تزریقیش رو استفاده بکنن. معمولا آنتیبیوتیک تراپی بین 7 الی 14 روز و گاهی بیشتر نیاز هستش که انجام بشه و درمان موضعی با تریامسینولول معمولا 3 تا 7 روز بیشتر نیاز نیستش. دومین پلن درمانی استفاده از تریامسینولول NN همراه با آنتیبیوتیک‌های سیستمیکی مثل فلوروکینولون ها مثل اندروفلوکساسین، سیپروفلوکساسین و یا کواماکسیکلاف هستش. گاهی اوقات میشه از پنیسیلین های تزریقی هم به جای اینها استفاده کرد. سومین پلن درمانی استفاده از پمادهای مخصوص دامپزشکی هست. یکی از این پمادها آیسیلین هستش. پماد آیسیلین حاوی پنیسیلین مخصوصی هستش که نسبت به استفها مقاوم هستش و خوب روشون اثر میذاره. در کنار این پماد میتونیم از پماد تریامسینون NN یا پمادهای هیدروکورتیزون استفاده بکنیم. یادتون باشه استفاده از پماد چشمی و روی پوست، گوش اشکالی نداره، ولی پمادهای موضعی و گوش رو نمیتونیم داخل چشم استفاده کنیم. بنابراین اگه پماد چشمی بود اشکالی نداره و استریل و بهتر هم هستش. چهارمین پلن درمانی استفاده از پماد دامپزشکی GBC هستش که حاوی جنتامایسین، بتامتازون، کلوتریمازول هستش. یک پماد بسیار بسیار مناسب هستش که در کنار اون میتونیم از آنتیبیوتیک های سیستمیکی که گفتم استفاده بکنیم. یادتون باشه از آنتیبیوتیک تزریقی داخل کیسه مقعدی بهتر نریزیم، چون که وقتی پماد استفاده بکنیم ماندگاری اثرش بیشتر هستش و بهتر اثر میکنه، اما اگه محلول باشه زودتر از بین میره. نکته چهارم درمان این هستش که این کیس ها خیلی وقتا خودشون رو روی زمین میکشن و باعث التهاب تورم در ناحیه مقعدشون میشه. گاهی اوقات پرولاپس پیدا میکنن. برای درمان اینطور کیس ها از پمادهای آنتی هموروید استفاده میکنیم. پنجمین نکته در درمان این کیس ها تغذیه اونها هستش. افزایش فیبر جیره و استفاده از امگا 3 بسیار کمک کننده هستش. اگر بعد از مدتی مجدد این حالت ایجاد شد حتما باید جراحی بشه و کیسه های مقعدی خارج بشن. امیدوارم با این آموزش حال کرده باشید و به دردتون بخوره. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشه. خداحافظ.